انس ابن مالک رضی الله عنه میفرماید در روز احد آوازا بلند شد، سر و صدا خیلی زیاد شد که علی پیامبر علیه السلام شهید شدن. او میفرماید یک زن انصاری را دیدم که میدوید طرف میدان، در راه مردما گروپ دادن رو میآید و برش خبر میده که پدرت شهید شده. در مرتبه اول، دوم مرتبه برش گفت بیادرت شهید شده، سوم برش گفت شوهرت شهید شده، چهارم برش گفت بچه‌ت شهید شده. زن میده و طرف میدان او چی میگه؟ تقول ما فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. این گپا را برای من نگویه. پیامبر علیه السلام چی کار کرده؟ کجاست پیامبر علیه السلام؟ یقولون برشان میگفتن امامک، پیش رویت است. حتی دفعت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا یکی زن انصاری و پیامبر علیه السلام رسید. فاخذت بناحیت ثوبه، و یک گوشه کالای مبارک پیامبر زن انصاری گرفت، از قبیله بنی دینار بود. ثم قالت، بعد از او پیامبر میگه به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت باشه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، لا ابالی، باکی ندارم. از سلمت من العتب، من عتب، در آن وقتی که تو سالم باقی ماندی از این هلاکت ها. بعد از او چی میگه؟ در یک روایت میگه کل مصیبت بعدک جلل، هر مصیبت پس از سلامتی تو یا رسول الله بسیار کم است، سبک است. این را مردم میگه محبت رسول الله. چهار اهل خانواده نزدیکی خودش شهید شده، غمی از او را نداره. غمی کی را داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم داره.